گو الله پاک ناما انشالله که هر کجا هستید جور و درد و سلامت باتید. آتکگین دستان ییت شهرستان کسیرکند لوٹن برن یه باغ توکا گون یک جوان باغدار یا گپ بجنین که اولی رنده و تی انبان رسینه و بازار دیم دیگه گو ما او رو همراه بید. من عبیدالله باشنده چه شهرستان کسیرکند روستای ایتم که من باغداریم، باغ انبه من هستیم و برای اولین بار یه سال توکا با استفاده از مشاورهایی که آقای دکتر رئیسی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ما را داد، یه ایده ذهن توکایت که ما وقتی انبه یا به صورت خام و به صورت که ترشی بکنیم بازار آمدیم و بیاین آیا رو تبدیل بکنیم به محصول با کیفیتی که بازار پسندی خوبی الحمدلله هم هستنی و آیا با استفاده از فناوری های جدیدی که امروز متداولیم بیاین با استفاده از دستگاه جنراتور اتیلنساز بیاین تبدیل بکنیم به محصول زرد با کیفیت مناسب که ایشی هم برای مصرف کننده یا یک شرنی قابلیتی و هم برای تولید کننده کشاورزی بتونید که با قیمت مناسب تر و با کیفیت بالاتر و تی محصول وارد بازار بکن. تو اما که نه که تی نام که نوازه ها بیا زود بیا که یک دو نفر دیگه انکیت گرنه پیش کرد. ما برای اولین بار 3 تن هم کوی فناوری جدیدا که گازه گوما رسینک بنتیم رسینته و زرد کته و من مشتری هم از جای متفاوت هم از شهرستان های هم جوار از استان های هم جوار ما مشتری داریم.